اسلام المسلمين شادی ابا طیبه انبیا اولیا شهدا ائمه اطهار علیهم السلام گذشتگان مؤمنین و مؤمنات رفتگان جمع حاضر مخصوصا جهت شادی روح امام جواد علیه السلام صلوات اهدا بفرمایید. انشاءالله همه ما از جمله منتظران راستین امام موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین انه خیر ناصر و معین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفى محمد. صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن علی اعداء الدین. شهادتی جانگداز باب الحوائج امام جواد علیه السلام را محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، محضر بزرگان اهل مجلس و حضار محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد فیاض نماینده عام و تام مرجع اعلای تشیع، حضرت آیت الله قربانی، آیت الله علیزاده، استاد دکتر حکمت و اساتید بزرگ دانشگاه ها را که مشاهده می کنم و اساتید حوزه های علمیه و همه حضار محترم، انشاءالله که همه ما از جمله مصیبت داران آن امام همام و از جمله منتظران راستین منجی عالم بشریت باشیم به برکت صلوات. در مورد امام جواد علیه السلام از آنجایی که امام 7 ساله بوده و به امامت رسیده است، یک سری مسائلی هم در زمان امام و هم بعد از امام حتی تاکنون ممکن است برای بعضی ها مطرح باشد. مخصوصا در زمان امام واقفی ها سنگاندازی های زیاد میکردند تا امامت امام نهم علیه السلام جا نیفتد. برای اینکه ابعاد این مطلب تا حدود روشن شود و تا آنجایی که وقت اجازه دهد یک مقدمه را عرض میکنم و آنگاه به اصل مطلب انشاءالله خواهیم پرداخت. اصولا ما با عالم طبیعت آشنا هستیم. آنچه را که ما با آن عادت کرده ایم میبینیم. آهن حرف نمیزند، کارد میبرد، آب سیلان دارد، آتش میسوزاند، کودک نوزاد حرف نمیزند، علمی بر ملک و ملکوت ندارد، سنگی که در زمین چسبیدنی است و در حال سیار هست از او آب نمی روید، چوب خشک برگبار نمی کند، عصا حیوان و جانور نمی شود و بسیاری از مسائل دیگر که مطرح است. اما وقتی ما می آییم عالم لاهوت و ناسوت را، عالم ماوراء الطبیعه را با طبیعه می سنجیم، موجود مجرد را با موجود مادی سنجه می کنیم، روح را با جسم
میسنجیم، معنویت را با مادیات، باطن را با ظاهر مقایسه میکنیم و اعتقاداتمون هم اگر مشکلی نداشته باشد بسیاری از این مشکلات حل است. وقتی ابراهیم علیه السلام کارد را به گردن اسماعیل میاندازد، زمینه آماده است، کارد آماده است، گردن آماده است، کارد نمی برد. ابراهیم علیه السلام ناراحت می شود، کارد را بر زمین می کوبد، آهن به سخن می آید، می گوید الخلیل یأمرنی و جلیل یمنعنی. اینجا بین جلیل و خلیل در بریدن گلوی اسماعیل علیه السلام تنازع پیش می آید، هم آهن سخن می گوید و هم ماجرا را مطرح می کند. اصولا ما می بینیم نوع آتش ها می سوزاند، اما وقتی جریان ابراهیم علیه السلام پیش می آید بیابان ها پر از هیزم آماده، دریای آتش روشن می شود. اما وقتی فرمان از ماوراء الطبیعه صادر می شود، یا نارو کونی برد و سلاما، نه تنها آتش ابراهیم خلیل را نمی سوزاند، بلکه به گفته مفسران بزرگ و صاحب نظران این عرصه، اگر خداوند کلمه سلاما را نمی گفت ممکن بود که همین آتش ابراهیم علیه السلام را نه تنها نمی سوزان بلکه حتی او را منجمد می کرد در اثر یخبندان و امثال این مسائل که بسیار فراوان. مثلا آب سیلان دارد، اما وقتی موسی علیه السلام عصاچوب را به دریا میزند، دریا شکافته می شود، آب از جریان سیلان می افتد، موسی و اقوامش از آب رد می شود. وقتی فرعون می آید فرمان صادر می شود، رود نیل دوباره به جریان می افتد، فرعون و فرعونیان در کاخ دریا غرق می شود و بسیاری از مسائل دیگر. شما بار بار شنیده اید حضرت سلیمان پیغمبر نوجوان بود که به پیغمبری رسید. حضرت داوود علیه السلام این فرزندش را برای پیامبری معرفی کرد. سران بیت المقدس، کسانی که اونها علم داشتند، صاحب نظر بودند، با حضرت سلیمان علیه السلام هم با حضرت داوود علیه السلام احترام داشتند، اعتراض کردند که چگونه با وجود فلانی ها و فلانی ها و فلانی ها شما یک کودکی را می آیید بر گرده مردم سوار می کنید، راهبری جامعه را به عهده او می گذارید. اینجا حضرت داوود علیه السلام از خدا کمک می خواهد. خداوند جل جلاله راهکار را ارائه می دهد، می گوید ای داوود سران را جمع کن، عصاهای آنها رو بگیر، برای هر کدام یک نشان بزن که اشتباه نشود و از جمله عصاچوب سلیمان را که با او گوسفند را به چرا می برد اینها را در اتاق بگذار، فردا اون درب اتاق را شب لاگمور کن، فردا باز کن، هر چوبی عصای هر کسی که او برگ و بار آورده بود سبز کرده بود او برای رهبری امت لیاقت داره و همین کار را کرد. فردا دیدن که عصاچوب خشک حضرت سلیمان پیغمبر هم سبز شده و هم برگ آورده. لذا هست که این مسائل بسیار بسیار از نظر اعتقادی ما روشنه. حالا حساب ائمه علیهم السلام، حساب انبیا، معجزات انبیا، کرامات اونها سر جای خودش. بیاییم بعض افراد را که فقط یک نمونه عرض میکنم. شاید حدود 17 یا 18 سال پیش من یک کتابی را خواندم در 2 جلد به نام نشان از بینشانه ها. این زندگی نامه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه است. شهید مطهری میفرماید خداوند برای این که یک انسان کامل، یک انسان نمونه، یک انسانی که رنگ خدایی پیدا می کند
کارهای عجیب و غریب میکند برای بشر، برای ماها که راه را به ما بینماید، گاهی اینها رو در صحنه می آورد و مرحوم شیخ حسن علی نخودکی یکی از آنان هست. یکی از آنان. کسی آمد در محضر شیخ حسن علی نخودکی گفت آقا شما میگویید امام زمان علیه السلام می آید، 313 نفر دارد، شمشیر دارد، اسب دارد، جهان را نگاه کنید، بمب های هسته‌ای رو نگاه کنید، بمب های خوشه‌ای و ناپالم و موشک ها و تانگ ها و چه میدونم، این همه تکنولوژی که در خدمت بشر قرار گرفته و این همه اسلحه را برای بشر رهاورد داره. امام زمان علیه السلام وقتی که می آید با اینها چیکار میتواند انجام بده؟ شیخ حسن علی راحت کنارش یک میخ بود، این میخ را بر دیوار کوبید، گفت برو بیرون ببین چی خبره. این آدم رفت بیرون، دید تمام ماشین ها، درشکه ها، اسب ها، گاره ها، کراچه ها وقتی که می آید در مقابل خانه شیخ حسن علی قرار می گیرد، اینها میخکوب میشه، از حرکت باز میماند. برگشت گفت آقا بیرون غوغا شده، تمام موترها و درشکه ها و غیره و غیره از کار افتاده. مرحوم شیخ این میخ را از دیوار کوبی بیرون کشید، گفت برو حالا ببین. وقتی او رفت دید همه راه افتاده، برگشت گفت آقا جریان طبیعی شد، همه راه افتاد. مرحوم شیخ فرمود من که یک نوکری دست چندون امام هستم، اگر بخواهم با اجازه خداوند میتوانم در بسیاری از تکوینیات تصرف کنم. وقتی که امام علیه السلام می آید، او که راهبر جهانه، او که اساره انبیایه، اساره اوصیایه، او که قرآن مجسمه، او که همه جهان عدالت، بسیاری از چیزها، انسانیت، تربیت، هدایت، فقه، فقاهت، تفسیر، انکشاف معارف، همه منتظر اوست. اگر او بیاید و اراده کنه چی خواهد شد؟ و بسیاری از بزرگانی که همین گاه مسائل را به عنوان نمونه ارائه داده اند. لذا هست که قرآن مجید، الان جناب استاد رضوانی هم اشاره کرد، برای من و شما چون در عالم طبیعت خو کرده ایم، سخن گفتن نوزاد سخته، اما خداوند نمونه میاره حضرت عیسی علیه السلام را و کلم الناس فی المهد و کهلا. او در کودکی با مردم سخن گفت. او گفت خدا من را پیغمبر قرار داده، سلام علی یوم، اون روزی که آمدم و آن روزی که از دنیا میروم و آن روزی که دوباره مبعوث میشوم، سلام بر من باشه. امام حضرت عیسی علیه السلام اینجا یک کمی هنرنمایی کرد برای اینکه ذهنیت را درست همان گونه که امام جواد بعداً عرض میکنم ذهنیت زدایی کرد. حضرت عیسی علیه السلام فرمود انی ابرئ الاکمه والابرص باذن الله و انی احیی الموتى باذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم باذن الله. من مردگان را زنده میکنم، کوری مازرزات را شفا میدم، مرضهای لاعلاج را شفا میدم، از درون خانه های شما خبر میدهم، آنچه را که شما پنهان کرده اید، چی میخورید، چی دارید، چی میکنید، من از اینها به شما خبر میدم. چرا؟ برای اینکه اون ذهنیت را از کسانی که نسبت به حضرت مریم سلام الله علیها و نسبت به حضرت عیسی علیه السلام داشت، این ذهنیت زدایی را بکنه. دقیق به همین مثابه در دوران امام جواد علیه السلام پیش آمد. صلوات قدم بفرمایید. شما میدانید که امام موسی کاظم علیه السلام فرزندان زیادی داشت. بعضی حتی گفتن که امام موسی کاظم علیه السلام 17 پسر داشت، بعضی میگویند 18 پسر داشت که یکی از آنها امام رؤوف امام رضا علیه السلام که افتخار عالم بشریت بود. امام رضا علیه السلام تا سن 48 سالگی
از تنها همسرش به نام خیزران مصری که بعدها امام علیه السلام او را ریحانه هم میگفت، بعضی القاب دیگر هم برایش گذاشته بود، صاحب اولاد نشد. و این برای یک عده‌ای که در کفشش ریگ بود سؤال برانگیز شد. مخصوصا زمینه فراهم شد برای واقفی ها که اونها از واقفیت تبلیغ کند که امامت در امامت امام موسی کاظم علیه السلام خاتمه یافته. شما میدانید که اسماعیلی ها داریم، زیدی ها داریم، واقفی ها داریم. اسماعیلی ها 6 امامن، به جای امام ششم علیه السلام حضرت اسماعیل فرزند امام ششم را به امامت برگزیدند. زیدی ها 3 امام دارند، یعنی امام علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین، و به جای امام چهارم زید را که یک شخصیت انقلابی و شمشیر به دست بود گزینش کردند. واقفی ها که فعلا اصلا در دنیای کنونی ما که با شما صحبت میکنیم فعلا از اونها خبری و اثری نیست، اینها 7 امامی بودند. امام علیه السلام در سن 48 سالگی امیدوار شد. یک وقت عمه حضرت جواد علیه السلام آمد خدمت امام هشتم علیه السلام بشارت داد، گفت خانم خیزران یا ریحانه باردار شده. امام علیه السلام فرمود من میدانم، حتی من روزش میدانم که این مولود مسعود که بعداً به دنیا می آید الان چند روزش شده که اون منعقد شد. امام علیه السلام به دنیا آمد و امام رضا علیه السلام فوق العاده خوشحال شد. اولا جریان به دنیا آمدن امام، عمش صحبت می کند که امام علیه السلام به من دستور داد که خیزران فرزند مسعود را به دنیا می آورد و شما تا 7 روز مواظب او باش. وقتی زایمان شد من و قابله داخل اتاق رفتیم و تشتی را برای این مولود آماده کردیم، شمع را روشن کردیم. اما موقعی که این مولود مسعود به دنیا می آمد اون شمع خود به خود به قول جوانها اتوماتیک خاموش شد. وقتی که امام علیه السلام به دنیا آمد فهمیدیم که این مولود مسعود به دنیا آمد. ناگهان اتاق از نور امام علیه السلام روشن شد. من دیدم گویا امام بر یک پارچه، بر یک چیز پیچیده است. امام را گرفتم، اون پارچه را کنار زدم. امام فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. صلوات کردم. حالا امام رضا علیه السلام بسیار خوشحال شده و گاه می آمد در کنار گهواره امام می نشست، با جوادش حرف می زد. کسی که در رفت و آمد بود این صحنه را 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار دید. آمد بر امام اعتراض کرد، گفت یا ابن رسول الله چقدر این مولودت را دوست داری، چقدر برای او دعا میخوانی، چقدر برای او تعویض میخوانی؟ گفت نه، من نه دعا میخوانم، نه تعویض میدم، نه تعویض میخوانم. من علم امامت را بر او می آموزم، من معارف و مسائل ملکوت را بر او می آموزم، من چیزهایی را بر او می آموزم که دیگران به اون چیزها آشنایی ندارند. میدونید که ائمه علیهم السلام همین گونه بود. چنانچه امام علی علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من 1000 چشمه حکمت آموخت که از هر کدام چشمه های دیگر سرچشمه میگیریم، از هر کدام چشمه های دیگر سرچشمه میگیریم. امام علیه السلام کسی که به مقام امامت میرسه حتی حداقل 3-4 تا شاخصه باید داشته باشد. 1 عصمت داشته باشد، 2 علم لدونی داشته باشد، 3 بر تکوینیات تصرف داشته باشد، 4 کرامت و معجزه داشته باشد که ائمه ما علیهم السلام همه اینها رو داشته. همه اینها. آقا تعجب گاه بعضی جوانها، از من ناراحت نشوید، حتی بعضی طلبه ها در دامن حوزه گاهی چیزهای عجیبی را میگه، واقعا بسیار برای انسان شکننده است. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی در حرم امام رضا علیه السلام نشسته بود. یک کسی که اون تونل های مازندران را
مهندسی کرده. بنده بار اون سالهای اول بسیاری از بزرگان که در مجلسه، او زمان این راه سبزوار اینها نبود، ماشین های مشهد تهران از مازندران میرفت، تونل های زیادی داشته. این یکی از مهندسین که داستانش بمانه، یک فرزندی داشته معلول. خودی این مهندس اعتقاد نداشته، اما خانومش بار میگفته این بچه معلول را ببریم خدمت امام رضا علیه السلام، خدا شاید بر ما رحم کنه. سرانجام این خودش میگه من اعتقاد نداشتم، به احترام خانوم آمدم وارد حرم شدم، من نرفتم حرم برای زیارت. خانوم گفتم بفرمایید بچه معلول ببر پیش امام رضا که شفا بده. یک گوشه استادم دیدم پیرمردی شیخی با لباس ساده، یکی میآید میگه آقا من مادرم در باختران دکتر جواب داده، به او یک دانه خرما میده، میگه بخور. او میگه آقا من نه، مادرم در باختران. میگه بخور فرزندم، فهمیدم. دیگری مثلا از آبادان میگه مثلا فرزندم و دکتر شفا داده، بهش یک دانه انجیر میده، بخور. میگه این کارا کن. من نگاه کردم گفتم عجب دکان باز کرده، عجب رو مردم کلا میگذاره، عجب مردم را فریب میده. تو دلم اینا رو گذراندم. یک مرتبه شیخ حسنی به من نگاه کرد، نام من گرفت که اصلا پدرمون در یک مسجد نماز نخوند. گفت فلانی یک سوال از تو دارم، یک تعهدی به من قول میدی که تا 1 سال نماز تو اول وقت بخوانی، من از امام رضا علیه السلام بخواهم که فرزند تو شفا بده به اجازه خدا. گفتم آره. همین گفتم. دقایق گذشت که ناگهان دیدم ولوله و هلوله شروع شد. گفتم امام رضا علیه السلام کسی را شفا داده. دیدم اون کودکم، اون فرزندم با پای خودش دستش به دست مادرش داره از حرم میاد بیرون، مردم دویدن طرف این لباساش اینا. ببین وقتی که یک انسان عادی، این چیزی هم خلاف اصول معارف ما نیست. شما در مثلا حدیث قدسی خوانده این که خداوند میگه عبدی اطعنی فی ما امرتک وانتهی اما نهیتک حتی جعلک ان تقول کن فیکون، حتی جعلک کن فیکون. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 30 سوره بقره میگه خداوند اگر انسان را خلیفه قرار داده، این خلیفه اگر استعداد این را نداشته باشه که کارهای مستخلف و ان را انجام بده، خلیفه معنا نداره. خلیفه وقتی معنا داره که این خلیفه بتواند لااقل نمونه های از کارهای مستخلف و ان را انجام بده. حالا امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام 4 سال در مدینه پهلوی امام جواد علیه السلام، 3 سال امام علیه السلام را در مرو احضار کرد، البته با اجبار که شما همه میدانید. مرو الان اونجا که مرکز خلافت مأمون عباسی بود، الان جزء کشور ترکمنستانه. شما میدونید که خراسان بزرگ در گذشته ها بسیار گسترده بوده. مرو الان جزء اونجایی که امام رضا علیه السلام 3 سال زندگی کرده، جزء کشور ترکمنستان فعلی است. خب در این 3 سال امام علیه السلام زیر نظر دستگاه بود و امام جواد علیه السلام در مدینه بود. امام علیه السلام در سن 100 و امام رضا علیه السلام در سن 55 سالگی در اثر توطئه و خوراندن زهر از سوی مأمون به شهادت رسید. حالا در اینجا یک چالش عظیم بین تشیع به وجود آمده، بین تشیع که بین بعض اینها هم آدمای درستی بودند، غرضی نداشتند، اما مطلب برایشون روشن نبود. از یک سوی اسماعیل ها دستش در کار، از سوی زیده ها هم شمشیر به دست، از سوی واقفی ها که فوق العاده. متاسفانه در این میان بعضی از برادران امام رضا علیه السلام که خیلی هم زیاد بودن، اینها هم دست در کار بودن. شما میدونین اینم از عجایب روزگاره. یکی از برادران امام رضا علیه السلام اسمش زید النار بود. خانه‌های مردم آتش می‌زد، سالوسگری میکرد، طغیان میکرد، اشعاف میکرد، کارهای عجیب میکرد. بعدم سنگ اهل بیت به سینه میزد. یک روزی در مجلس نشسته بود، گفت ما اهل بیت چنینیم، ما چنینیم، خدا بهشت برای ما چنین چنین. امام رضا علیه السلام نگاه کرد، گوش کرد، گفت که زید، اگر خدا تو را با پدرت موسی
حضرت موسی کاظم علیه السلام در یک جا ببره، این ظلم بر پدرت هست، این با عدالت خدا سازگاری نداره. مثل این که مثلا یک دانشجو درس خوانده، حالا مثلا نمره 100 میگیره، یکی دیگه درس نخوانده پارچه امتحان میگیره، این خودکار زیری دندانش میچرخانه و بعد پارچه سفید رو به استاد میده، حالا این استاد به اونم 100 میده، به اینم 100 میده. روا هست. اینجا بود که بین شیعه هم چالش به وجود آمد، از جمله یونس ابن عبدالرحمن. وقتی که مردم مدینه شیعیان خبر شدن، اینها آمدن در خانه امام رضا علیه السلام، شروع کرد گریه کردن. یونس ابن عبدالرحمن گفت بس کنین گریه را، تکلیف امامت را روشن کنین. آخر که کودک نمیتونه امام باشه، کودکی نمیشه امام باشه. اما یک کسی به نام ریان ابن سلک که بصیرت داد، از جا بلند شد، یک سیلی محکم بر صورت یونس ابن عبدالرحمن کشید، گفت خاموش باش، امامت کوچک و بزرگ نداره، پیر و جوان نداره، این جواد الائمه، این رهبر ماست. اینجا بود که امام جواد علیه السلام فهمید یک چالش عظیمی رخ کرده. حالا امام 7 ساله رفت رو منبر، ادعای کرد که اون ادعا بسیار از مسائل را حل کرد. گفت ایها الناس انی اعلم بانسابکم و اسلابکم، انی اعلم بسرایرکم و بواطنکم و ظاهرکم. گفت مردم، من تمام انساب شما را ریز و درستش میدانم، من حتی از صلب شما اطلاع دارم، در آینده کی دارای فرزند میشه، کی دارای فرزند نمیشه، کی پسر میاره، کی دختر میاره، کی بچهش سعید میاد، کی. و من سرایر شما را، اون چی که در باطنتونه، در قلبتونه، آن چی که در نیتتونه، من اینا را میخوانم. آره اون طرف صفحه، من شما این طرف صفحه را میدانیم. اما ائمه علیهم السلام، پیامبران الهی، اونها اون طرفی هم صفحه را میخوانه. این زمینه شد که حتی اونهایی که در مورد امامت امام جواد علیه السلام شک و تردید داشتن، اینها شبهه زدایی شد. و بعد امام در صحنه‌های مختلف کرد آنچه را که باید میکرد. و کار امام کاری کرد که هم امامت امام هشتم علیه السلام را برای اونهایی که در شک و تردید بود جا انداخت، و هم امامت امام دهم علیه السلام را که در 8 سالگی به امامت رساند او را جا انداخت، و هم امامت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را که در سن 5 سالگی به رهبری امت رسید، اینها را جا انداخت. امام علیه السلام کارهای عجیبی میکرد. حالا من تنهای 2-3 نمونهش را وقت اجازه نمیده. شما میدانید یکی از کارهای مهم استفاده از تفسیر درست، همون کاری را که از کارهای مهم امام صادق علیه السلام بود. تا زمان امام صادق علیه السلام بسیاری برخی آیات قرآن را تفسیر برای میکرد. و یکی از کارهای مهم امام صادق علیه السلام این بود که تفسیر درست را به مردم ارائه بده. و امام جواد علیه السلام هم همین رویه را در فرصتهای گوناگون ارائه داد. مثلا حالا تفسیر عملی مهمتره. در زمان معتصم عباسی وقتی که مأمون از دنیا رفته بود، معتصم برادرش آمد، دزد را آوردن و این دزد به دزدی بودن خود اقرار کرد. قرآن مجید می‌فرماید السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. دست مرد دزد و زن دزد را ببرید، جزاء بما کسبا، به خاطر اون کاری بدی که کردن، نکالا من الله، یک تنبیه است، یک کیفر است از سوی خداوند. دزد اقرار کرد. حالا قرار شد که دست این قطع کنه. خلیفه رو کرد به یکی از علمای گفت دست این دزد را از کجا ببره؟ گفت از بازو. گفت به چی دلیل؟ گفت برای اینکه عرف جامعه تا بازو را دست میگوید. به عالم دومشون رو کرد، گفت که به نظر شما دست دزد را از کجا ببره؟ گفت از آرنج. گفت به چی دلیل؟ گفت برای اینکه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خدا دستور وضو گرفتن را تا مرفق داده، بنابراین دست دزد را باید از مرفق.
و عالم سومشون رو کرد، گفت به نظر شما از کجا ببریم؟ گفت از این موچ دست که من شما بوجلک میگیم به زبان هزاره. گفت از بوجلک. گفت به چی دلیل؟ گفت برای این که قرآن میفرماید فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. معتصم میدانست که حل مشکل دست کیه، حل این مشکل فقهی و تفسیری دست کیه. قرآن خب مجمل گفته السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما. معتصم رو کرد به امام جواد، گفت یا ابن رسول الله نظر شما چیه؟ امام علیه السلام عذر خواست، گفت که علما نظرش، گفت من معذور بداریم. گفت نه، تو را به جدت رسول الله بگو. امام علیه السلام گفت دست دوز را، این 4 تا ناخن را از اینجا ببرید. گفت به چی دلیل؟ گفت به 2 دلیل. کدام دلیل؟ یکی حدیث پیغمبر، یکی حدیث پیغمبر و یکی قرآن. خب امام علیه السلام اینا رو بیان کرد، گفت رسول خدا فرمود 7 عضو بدن اینها برای سجده در پیشگاه خداونده: 2 تا نوک پا، 2 تا زانو، 2 تا کف دست و یکی پیشانه. این 7 تا مال سجدگاه است، مال سجده است. از اون طرف قرآن میفرماید این مساجد لله، سجدگاه و سایر سجده مال خداست، لذا کسی نمیتواند مال خدا را قطع کنه. معتصم قبول کرد، دستور داد دست دوز را از اینجا قطع کرد. نمونه های زیادی هست که صلوات خدم بفرمایید. و شما میدانید که وقت امام رضا علیه السلام رفت، مأمون از مرو برگشته بود در بغداد و از امام جواد علیه السلام که اونها جاسوسایشون بود زیر نظر داشت و مأمون 2 کار مهمی را در پیش داشت. یکی باید جلوی امام را بگیره، جلوی کارکردها، رفت و آمدها، احیانا جلوی انقلاب را، و یکی هم باید اون جسارتی که به امام رضا علیه السلام کرده اینو جبران کنه. لذا مأمون امام جواد علیه السلام را از بغداد خواست. به بنی عباس گفت من میخواهم این جوانک را، این نوجوان را داماد خود کنم. اونها برافروخته شدند، گفتن که این کاری اشتباهی هست، خلافت مال ما هست، شما اگر این روی کار میاری ولی عهد قرار میدی، فردا دامادیت قرار میدی، فردا مثلا ممکنه سرمان به کلاه. مأمون به هر دلیل پافشاری کرد، گفت نه، اینها یک خاندان دیگریه، اینها بر ملک و ملکوت تسلط داره. اونا گفتن که خب امتحانش آسانه دیگه. امام علیه السلام 9 ساله بود. رفتن به یحیی ابن اکثم که قاضی القضات بغداد بود، گفت سوالهای سنگینی را، مثل همون امام ابو حنیفه که 40 تا سوال را تهیه کرد، امام 120 تا سوال را جواب داد. گفت نظر اهل مدینه اینه، نظر شما اینه، نظر ما اینه. سوالهای سنگین را که از جمله سوالهای در مورد جریان زیارت کعبه، خانه خدا، مرحوم آیت الله مدرس، علامه مدرس رحمت الله علیه، خدای رحمت کنه، برای شادی روحش یک صلوات عنایت بفرمایید. میگفت من 2 چیز را وقتی که خواندم خوب نفهمیدم، یکی دماء ثلاثه را، یکی هم مسئله حج را. حج که رفتم یک مقدار برایم حل شد و اما اون یکی برایم لاینحل مانده، از باب شوخیشان شوخ بود دیگه. خب حالا یحیی آمد، مجلس برگزار شد، بنی عباس آمدن، سران لشکری آمدن، کشوری آمدن، متکای را برای امام آوردن، متکای را برای مأمون آوردن و یحیی حالا شروع کرد، گفت که یا ابن رسول الله اگر کسی در مکه مبتلا به صید شود کفارش چیه؟ امام علیه السلام دیگه اینجا علم لدونیش گل کرد، گفت این سوال شاخه های فراوان داره. این کسی که صید کرده عالم بوده یا جاهل بوده، عبد بوده یا بنده بوده، مکلف بوده یا غیر مکلف بوده، شب بوده یا روز بوده، بار اول بوده یا بار دوم بوده، در حرم بوده یا بیرون حرم بوده، آیا این صید که کرده بار اول بوده یا بار بعدیش هست، و شاخه های مختلف. یک دفعه دیدن که یحیی ابن اکثم زبانش به لکنت افتاد، زبانش به لکنت افتاد. امام علیه السلام لجنه هایی که می آمدن، مجلس هایی که می شد، به قول جوان های امروز همایش هایی که می شد، امام اون علم ندونی خود را و اون جایگاه امامت و راهبری خودش را
به نمایش میگذاشت. لذا امام جواد علیه السلام گره کشا بودند و یکی از نامه های امام جواد علیه السلام باب الائمه، اونهایی که تجربه کردند و اونهایی که دیدن توسل به امام جواد علیه السلام خیلی نقش دارن. بعضی ها که مدام کربلا میرن و میآیند، کاظمین میرن میآیند، میگن ما به چشم سر میبینیم اهل سنت گاه مریض دارن، حاجت دارن، میان در دامان امام جواد علیه السلام. امام جواد در زمینه‌های فقهی و تفسیری کارهای عجیبی کرد که وقت اجازه نمیده من یک نمونه دیگر رو عرض میکنم که بسیار مهمه. شما میدانید که ائمه علیهم السلام مکاتبات داره. شما نهج البلاغه رو وقتی نگاه کنید 3 قسمت خطابه، بخش مکاتبات امام علی و بخش کلمات قصار. بزرگان میگوید مکاتبات مهمتر از قوله. چرا؟ برای اینکه در قول ممکنه تحریف صورت بگیره. بنده یه چیزی میگم، شما میرین بیرون یه چیز دیگه ازش برداشت میکنید، یک جوری دیگه نقل میکنید. اما مکتوب خیلی مهمه. مرحوم فیض کاشانی استاد علامه مجلسی که 200 اثر داره، 200 اثر داره و آدم عجیبی بوده، 216 تا از این مکاتبات را جمع کرده، اسمش گذاشته معادن الحکمه فی مکاتب الائمه. بعد مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه، ما احمدی میانجی رو در حوزه علمیه قم بودیم، گاهن در پای صحبت‌هایش بودیم. مرد عجیبی بود، مرد عجیبی بود، نمونه روزگار بود. ایشون سالیان دراز روی مکاتبات ائمه علیهم السلام کار کرده. مکاتبات ائمه رو در 7 جلد تنظیم کرده که بسیار به اصطلاح سرمایه بزرگ و غنی هست. کسی به نام علی ابن مهزیار که الان مزارش هم در اهواز، نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، گفت آقا مردم اهواز کلافه شده، بیچاره شده، شب زلزله میاد، روز زلزله میاد، قبل از ظهر بعد از ظهر مردم خانه هاشون خراب شد، عده‌ای زیر آباد شد، دیگه مردم در خانه هاش رفتن نمیتواند، زلزله پشت زلزله، ما میخواهیم اهواز را ترک کنیم. امام علیه السلام در جواب این صحابیش نوشت نه، اهواز را ترک نکنید، من راهکار به شما میدم و آن راهکار اینه که صوموا یوم الاربعاء والخمیس والجمعه، 3 روز روزه بگیرید. بعد از 3 روز روز جمعه در حالی که روزه دارید غسل کنید، لباسهای تمیز بپوشید، از خانه ها بیرون بیایید، دعا کنید، انشاءالله زلزله قطع میشه. اونا همین کار کرد، زلزله قطع شد. علی ابن مهزیار به امام نامه نوشت که آقا راهکار شما کار رو حل کرد. راهکارهای عجیبی که امام، مثلا یک کسی به امام علیه السلام نامه نوشت که این ابی ناصبی خبیث الرأی، گفت که آقا پدر من ناصبی، به شما ائمه دشنام میده، خبیث الرأی، رأیش خیلی اشکال داره، میتونم بکشم؟ امام فرمود نه، راهکار داره، چند کار رو انجام بده. 1 ادعو لکم، من برای شما دعا میکنم. 2 مدارا، همون کاری که پیامبر خدا فرمود ما پیامبران آمدیم تا با مردم مدارا کنیم، مدارا. 3 این که امام فرمود المدارا خیر من المجادله. 3 این که صبر کن، تحمل داشته باش. این همین کار رو کرد. بعد از مدتی به امام نامه نوشت که این دستور عمل شما رو انجام دادم، مسئله حل شد. به هر حال امام جواد علیه السلام، من دیگه میترسم وقتم تمام شده، و از افتخارات دنیای تشیع هست، امام باب الحوائج هست و افتخار عالم اسلام. وقتی که امام جواد علیه السلام به دنیا آمد، امام رضا علیه السلام فرمود هذا مولود لم یولد مثله، همین عرض میکنم و تمام. این مولود است که مثل او به دنیا نیامد. عجیب آقایون، در محضر علما هستیم، همچی تعبیر ما درباره ائمه دیگر نداریم که در هنگام به دنیا آمدنش امام قبلی گفته باشه هذا مولود لم یولد مثله. گویا اگر اشتباه نکنیم کلمه مبارک هذا مولود مبارک، این شک داره، لم یولد مثله. این به خاطر همین کاری است که امام شبهه زدایی کرد، زمینه امامت خودش را، امام دهم، امام 12 علیه السلام را فراهم کرد. اما امام 7 علیه السلام با چالش‌های فراوانی روبرو بود. ابتدا زیر نظر مأمون و پسان زیر نظر معتصم. معتصم
که بعد از مأمون روی کار آمد آدمی خشینی بود. بنی عباس هم دست در کار بودن، و علمای هم دست در کار بودن، مخصوصا اون جریان قطع دست که قاضی القضات از خانه معتصم آمد بیرون، به بعضی ها گفت ای کاش من مرده بودم، امروز امام جواد آبروی من برد. اینا شروع کردن نمامی و سمپاشی و کارشکنی و به معتصم تلقین کردن که آقا اگر امام زنده باشد در آینده بنی عباس با مشکل مواجه میشه. لذا شما علما میدونید که امام جواد علیه السلام کم سن ترین امامی بود که در سن 25 سالگی به شهادت رسید. معتصم به ام الفضل دختر برادرش که همسر امام جواد علیه السلام بود فرمان شهادت امام را صادر کرد و ام الفضل هم حرف عمویش را نمیتوانید زمین بگذاره و هم نسبت به امام کینه داشت. این که امام همسر دیگر داره، ام الفضل همسر نداشت و امام هادی علیه السلام از دامن هوو یا انباغ ام الفضل بود. لذا این کینه ها، گرچه او بعداً خیلی پشیمان شد اما کار گذشته بود. امام هم به او گفت دیگه در زندگی خیر را نخواهید، خیر را هم ندید. امام علیه السلام را زهر داد. اما ام الفضل مشهور اینه برای این که صدای امام را خاموش کنه، برای این که مطلب افشا نشود، امام علیه السلام را در اتاق گذاشته بود. کسی که زهر میخورد، این زهر در شرایط بیولوژیکی و فیزیکی انسان یک تحول عظیمی به وجود میاره که مدام نیاز به آب داره. امام جگرش تفتیده بود، معدهش تفتیده بود، قلبش تفتیده بود. هرچی آب میگفت اونها همانند جدش حسین علیه السلام آب را بر روی امام جواد علیه السلام بست. ای کاش به اینجا اکتفا میکرد. مشهور آن است که ام الفضل کنیزان خودش آورد جلوی اون اتاق، اینا شروع کردن آوازخوانی و کف زدن، هلهله کردن تا صدای امام به گوش کسی شنیده نشود و امام از دنیا برود. اما در عین حال آقایون، امام جواد علیه السلام هرچند که غریبانه به شهادت رسید، مظلومانه از دنیا رفت، اون هم توسط فرزندش، اما لا یوم که یومک یا ابا. چرا؟ برای اینکه امام جواد علیه السلام وقتی مردم خبر شدن، هزاران نفر آمدن در تشییع امام جواد علیه السلام، پیکر نورانی امام را رودوش گرفتن، بر سر می زدن، بر سینه می زدن، محترمانه آوردن در کنار جدش امام موسی علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام دفن. اما لا یوم که یومک یا ابا. زینب آمد کنار بدن پاره پاره بی سر حسین، گویا برادر را نشناخت. آخر انسان از سر شناخته میشه. صدا زد آیا تو برادر منی؟ آیا تو فرزند منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ زینب یک قدر برای امام حسین روزه خواند. پدرم فدای اون عزیزی که محاسن سفیدش را با خونش رنگید. پدرم فدای اون عزیزی که برای قطره آبی طفل کوچکش را بر روی دستش از گوش تا گوش برید. پدرم فدای اون عزیزی که او را با دل پر از درد در سوگ جوانانش بدن او را پاره پاره کرد. یک قدری با امام حسین روزه خواند. بعد برگشت به رسول الله، یک قدری برای پیغمبر روزه خواند. و رسول الله و جدا و محمدا هذا حسین بالعرا مجزوز الرأس من القفا مسلوب الامامة و الردا. یا رسول الله بیا ببین همون حسینی که تو رو دوشت تربیت کردی، بیا ببین با او چه کردن. بدنش پاره پاره، سرش از بدن جدا، پیکر مطهرش روی خاک ها گذاشتند. سکینه آمد صدا زد عمه هازا نعش من. اما این بدن کیه؟
فرمود نوری دیده آزا نعش ابیک الحسین. این طفل خودشو انداخت روی بدن پاره پاره بابا. یک زمان چند تا عرب وحشی آمد، یکی با سیلی میزند، یکی با زنگ میزند، یکی با موشت میزند. این طفل را از بدن بابایش جدا کرد. سکینه گفت پدر جان کاش گذاشته بودم، تا زنده بودم در کنارت میماندم. آخرین عرضم. زینب وقتی برای رسول الله روزه خوان برگشت، دوباره به حسین یک جمله گفت. عرض کرد حسین سلام ما را به جدمون رسول الله برسان. بگو یا رسول الله شهادت برای خاندان بنی هاشم تازگی ندارد. ما حمزه سید الشهدا دادیم، ما علی مرتضی دادیم، ما فاطمه زهرا دادیم، ما حسن مجتبی دادیم، اما برادر حسین به جدم رسول الله بگو با رسول الله و مصیبتا. اسارت برای خاندان بنی هاشم تازگی دارد. میخواهد حرمت را، اهل و عیالت را شهر به شهر، دیار به دیار به اسارت ببرد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألك اللهم و ندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم بمحمد و عترته یا الله 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 یا اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد. یا حامد بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم ذو الإحسان بحق الحسين. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك واعذنا من كل شر أحاط به علمك. اللهم ارزقنا عقلا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا وأعمالا صالحا. اللهم عجل في فرج مولانا واجعل عواقب أمورنا وعواقب أمور أولادنا خيرا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد عليه السلام و مماتنا ممات محمد و آل محمد علیهم السلام. خدایا به عزت و جلالت مایان را بیامرز، گناهان ما را بریز، گذشتگان مؤمنین و مؤمنات، رفتگان اهل مجلس غریق رحمت بفرما. خدایا به عزت و جلالت مراجع عظام را، سایهشون را بر سر ماها مستدام بدار، مخصوصا سایه پرمحبت آیت الله العظمای فیاض و آیت الله سیستانی حفظهم الله را خدایا وجود مبارکشون را برای خدمت به اسلام و مسلمین نگه دار. خدایا بیکاری و بیزاری را از صفحه روزگار براندار. خدایا به عزت و جلالت برکات آسمانی را نازل فرما. آنچه خیر است پیشه فرما، آنچه شر است برطرف گردان. لحظه ما را به خودمون وامگذار. به امام جواد قسم می‌دهیم در روز قیامت همه ما را از شفاعت ائمه اطهار و آن امام همام بهره‌مندمون بگردان. الی ارواح الانبیاء و الشهداء و الصلحاء، سیما الی روح مولانا امیر المؤمنین و مولانا الجواد و الی ارواح اموات المؤمنین و الحاضرین نهدی ثواب الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. بسم الله الرحمن